این کارت ملی که تو دستمونه ارزش فوق‌العاده‌ای داره و خیلی خیلی توش پوله. میخوام بهت بگم که چطور با هر کارت ملی بتونی کلی پول در بیاری. این کارت ملی که تو دستمونه از طلا هم باردستره. میخوام بهتون روشی رو یاد بدم که بتونید با کارت ملی بتونید پولای خیلی خفنی برسید. راحت و سریع. اگه خودتون کارت ملی نداشته باشید، پدر، مادر، خواهر، برادر، رفیق، فامیل همشون 100% کارت ملی دارن و شما با هر کارت ملی میتونید کلی پول و سود بردارید. یک سری سایت ها، یک سری اپلیکیشن و یک سری جا هستش که بابت کارت ملی بهتون پول میدن و جاهایی رو میخوام بهتون معرفی کنم که معتبر و مطمئنن و پول درست حسابی هم بهتون میدن. حالا بهتون توضیح میدم که اصلا چرا باید با کارت ملی بهتون پول بدن که خودتون خیالتون راحت باشه. میخوام 3 تا سایت بهتون معرفی کنم که بابت ثبت نام کردن با کارت ملیتون داخل این سایت و احراز هویت کردن داخل این سایت ها در عرض چند دقیقه هم انجام میشه پول خیلی خوبی بگیرید. اولین سایت با یه ثبت نام و احراز هویت ساده بهتون 150,000 تومان پول میده. سایت بعدی بهتون چندین میلیون بیبی دوج میده که به راحتی بیبی دوج ها را به تومان و ارزهای دیگری میتونید تبدیل کرد و حالشو ببرید. یکی دیگه هم که بهتون معرفی میکنن دوباره همین جوریه، بهتون دلار میده به مقدار خیلی عالی. همه رو دونه دونه بهتون معرفی میکنن و خیلی جذاب هستند. اما الان سوال پیش میاد که چرا باید به سایت های بابت کارت ملی اینقدر به ما پول بدن؟ الان بهتون توضیح میدم. رفقا، خیلی از سایت ها، خیلی از صرافی‌ها و جاهای مختلف هزینه میکنن که تبلیغات انجام بدن و از اون تبلیغات یه سری کاربر بگیرن. اومدن این هزینه هنگفت رو تقسیم کردن. شده مثلا 150,000 تومان به مثال به شما میدن که اگر شما خودتون داخل این سایت ثبت نام کنید و احراز هویت کنید به شما ما اینقدر به پول میدیم بابت ثبت نامی که انجام دادید. اینم یه روشه. یه روش دیگه‌ش هم اینه که مثلا میاد میگه هر کسی رفیق خودشو بیاره ثبت نام کنه ما هم بهش $2 میدیم و این $2 هم همون کسی که ثبت نام کرده میتونه بگیره و همون شما که دعوتش کردید. اینجوری دیگه تبلیغ نمیدن به افراد مختلف، هر کسی خودش میره رفیقش هم میاره و اینجوری هر دو طرف پول میبرن و سودم میبرن و خیلی راحته. همه دارن کسب و درآمد میکنن. میریم دونه دونه یاد بگیریم. اولین سایت با صرافی تترلنده. بریم سراغ ثبت نام و آموزش ثبت نام در تترلند. بعد از ورود به وبسایت تترلند روی گزینه ثبت نام بزنید. در این مرحله لازمه که شماره همراه به نام خودتون رو وارد کنید. بعد از اینکه شماره همراه رو وارد کردید کد 4 رقمی براتون ارسال میشه. در این بخش لازمه کد ملیتون رو ثبت نام کنید. تیک قوانین تترلند رو بزنید. روی گزینه تایید اطلاعات بزنید تا این قسمت احراز هویت پایه شما ثبت بشه که دسترسیاتون رو میبینید و روی ارتقاء سطح احراز هویت بزنید. در این مرحله باید اطلاعات فردی خود رو وارد کنید. در این مرحله باید شماره کارت بانکیتون رو وارد کنید. توجه کنید که کارت بانکی باید به اسم خودتون باشه. اگه تا اینجا اومدی خوشتون اومده کانال رو سابسکرایب کنید. کلی ویدیو و آموزشی‌های دیگه در راه. بریم برای ادامه ویدیو. روی گزینه تایید بزنید تا این قسمت احراز هویت کاربردی شما ثبت بشه که دسترسیات رو میتونید ببینید. روی گزینه ارتقاء سطح احراز هویت بزنید. در این بخش باید عکس کارت ملی رو وارد کنید. بر روی بارگذاری تصویر بزنید و میتونید از گالریتون عکس بذارید. در نهایت وارد بخش شناسایی احراز هویت میشید. در این مرحله ویدیویی از خودتون ضبط میکنید و ارسال میکنید. احراز هویت شما تکمیل شد. خب اینم از صرافی تترلند. ثبت نامش رو یاد گرفتید، احراز هویتش رو یاد گرفتید، به راحتی کارش انجام میشه و شما میرید داخل حسابتون میبینید 2 تتر برای شما اومده. 2 تتر دقیقاً $2. سایت بعدی سایت تبدیل. اینم دوباره یه سایت ایرانی بعد خارجی رو بهتون معرفی میکنم. سایت تبدیلی که میخوایم الان آموزش رو ببینیم سایتیه که جایزهای خیلی خفن داره. ارز دیجیتال بهتون میده و یه سری چیزهای خیلی خفن و جایزهای بسیار بسیار عالی بابت همین ثبت نام و احراز هویتی که انجام میدین. بریم اینو یاد بگیریم. من صرافی ارز دیجیتال تبدیله. اینجا هم نوشته شانس برنده شدن BMW X3 رو داری و میلیون ها بیبی دوج که همون لحظه به حساب شما وارد میشه. یعنی بابت ثبت نامی که انجام میدین بهتون خیلی سریع بیبی دوج ها رو میده و علاوه از این دقت کنید که شما وقتی که احراز هویتتون تکمیل میشه و اولین معامله رو انجام میدید یه جایزه میده. وقتی که اپلیکیشن رو نصب میکنید دوباره یه جایزه دیگه بهتون میده. حتی با دعوت کردن دوستانتون هم کلی آپشن داره که کلی جایزه داره و خیلی خفنه. اینا رو حتما دریابید. اینم از صرافی تبلیغ یاد گرفتید.
داخل ثبت نام کنید. کل داستان همین بود. اما صرافی البانک یا البانک یه صرافی خارجی و یه صرافی چینیه که واقعا هم پول خیلی زیادی میده برای اینکه بتونه کاربر جذب کنه و به ما ایرانی هم هیچ مشکلی نداره. یعنی شما میتونید به راحتی کسب درآمد کنید و این کسب درآمد که انجام میدی پولی که در میارید رو به راحتی میتونید برداشت کنید. میتونید ارز دیجیتال بخرید و هر کاری که دلتون میخواد میتونید انجام بدید. یه جایی ثبت نام کردنش $5 بهتون میده، یه جایی مثلا میاد میگه که هر چقدر پول وارد این صرافی کنی بهتون 10% بونوس میدیم که دوباره ترید کنید و سود بگیرید. یه جایی میاد میگه که بیشتر میدیم. همیشه همینطوری بالا پای میشه و خیلی ارزشمنده. حتما داخل صرافی البانک ثبت نامتون رو انجام بدید. جشنواره های خیلی خفنی داره و میتونید پول خوبی ازش در بیارید. این هم از البانک و در نهایت صرافی البانک همون البانک صرافی خارجی که اینجا نوشته که از صرافیه که ما در حال حاضر ایرانی ها میتونیم باش کار کنیم، یعنی واقعا بهترینش همینه. و اینجا نوشته پاداش ویژه کاربران جدید با اولین وارزی اینقدر پول واریز میشه براشون. خلاصه خیلی خفنی. یعنی اگر تریدر از این راه پول در بیارید حتما البانک رو داشته باشید. یه صرافی خارجیه که هر ارزی میاد، هر ایردراپی که میاد اول اینجا لیست میشه. اینو حتما ثبت نام کنید، هم بونوسشون دریافت کنید برای ترید کردن پول درآورده، همین که همه جوره میتونید باش کار کنید. ترتون سلامت، جیبتون پرپول. بدرود تا ویدیو بعدی.